نزدیک یک هفته می شود کاربران رادیو آزادی شکایت می کنند پول‌هایی که از روسیه می فرستند پیوندونشان از بانک‌های کشور با یک مشکلی می گیرند. به قول ساکنان بانکدارها نداشتن پول سامانی را سبب پیش می آورند. یکی از مصاحبان رادیو آزادی درباره سرسانی‌هایش چنین گفت. سه روز یا زیادتر ما میریم که خیلی امروز میآید حاضر میگه بانک آمده میگه حاضر ماشین قطعی سوم میاریم میگردیم سوم نیست ما میره با میگه سوم نیست ای کوربور همه موندگی اینا اومده مخیر نشید ای کولوب گرفتیم. نمایندگان بانک خطا و ایمان اینترنشنال وجود مشکلات را تصدیق کرده گفتند که 2 هفته به این طرف از پول سامانی تنقیصی میکشند ولی این وضع رفشونده است. چون این وضعیت در حال پیش آمده است که قرب روبل روسی چند روز به این طرف بلند رفته است. طبق قرب معین کرده بانک ملی 1000 روبل روسی با 150 سامانی و 90 درم خرید و فروش می شود.